یه پسر جوونی رفته بود داخل یه خونه دزدی، داشت به تلویزیون یخچاله ور میرفت که جابجاشون کنه. یه دفعه یه پیرزنی تو اون خونه بود، از خواب بیدار شد، گفت جوون به این تلویزیون یخچال هرکی زور نزن، اینا سنگینن، بیا خودم طلاهامو بهت میدم، ولی یه شرط داره. یه دزده گفت که شرطت چیه؟ گفت شرطم اینه که یه خواب دیدم اونو برام تعبیرش کنه. گفت که خواب تا بگو تا تعبیرش کنم و زودتر برم. گفت که من خواب دیدم که تموم اهالی این شهر جمع شده بودن در خونمون، میخواستن حمله کنن به خونه ما. من از ترس داد زدم پسرم. میگه همون موقع پسرش از خواب بیدار شد، از طبقه بالا اومد پایین و شروع کرد دزده را کتک زدن. میگه مادره گفت که نزنش، گناه داره. یه دزده گفت بذار بزنه، من حقمه، چون من اومده بودم اینجا دزدی، نه اومده بودم که خواب تعبیر کنم. ببین هر جای این زندگی